سلام و وقت همه دوستا بخیر. همه ما می‌دانیم که در این کهکشان بیکران احتمال وجود حیات بر روی دیگر سیارات منظومه شمسی و حتی کهکشان‌های دیگر نیز وجود دارد. پس دانستن همه این موضوعات درباره کیهان لازم است تا از پدیده‌های موجود در این جهان بی‌نهایت وسیع اطلاع یابیم. یکی از پدیده‌های موجود کائنات وجود سیاه‌چاله‌ها است که توسط دانشمندان چون استیون هاوکینگ و آلبرت انشتین اثبات شده است. به طور حد بارها در اخبار علمی یا زندگی روزمره با نام سیاه‌چاله آشنا شده ایم. اما سیاه‌چاله‌ها برخلاف نام آنها مقدار قابل توجه ماده در ناحیه بسیار کوچکی از فضا است. سیاه‌چاله‌ها می توانند حتی 10 برابر از حجم خورشید هم بزرگتر باشند. پس بیایید نگاهی عمیق‌تر به چیستی سیاه‌چاله‌ها بیاندازیم. سیاه‌چاله‌ها نقطه تاریکی در فضا و مرکز گرانش است و هر چیز را در مسیر خود می‌بلعد. حجم بسیار زیاد سیاه‌چاله‌ها سبب ایجاد نیروی جاذبه بسیار قوی در اطراف آن شده است، به گونه‌ای که حتی نور هم نمی‌تواند از جاذبه قوی آن فرار کند. یکی از مهمترین سوال‌هایی که دانشمندان در مورد این پدیده شگفت‌انگیز می‌پرسند این است که اگر به سیاه‌چاله‌ها نزدیک شویم چه خواهیم دید؟ آیا با گذر از سیاه‌چاله‌ها به جهان دیگری وارد می‌شویم؟ و اینکه چه رازهایی در مورد جهان هستی در دل سیاه‌چاله‌ها نهفته هستند؟ سیاه‌چاله‌ای که در مرکز کهکشان راه شیری قرار گرفته تنها سیاه‌چاله‌ای موجود در جهان هستی نیست. ستاره شناسان به طور تقریبی در هر کهکشان اثری از وجود سیاه‌چاله‌ها را کشف کردند که حجم هر کدام آنها میلیون‌ها و حتی میلیاردها برابر حجم خورشید است. نحوه تشکیل و ایجاد سیاه‌چاله‌ها یکی از معماهایی است که دانشمندان از سالها قبل به دنبال حل آنها هستند. در حالت کلی سیاه‌چاله‌ها از فروپاشی یک ستاره، ادغام دو سیاه‌چاله یا یک سیاه‌چاله و ستاره نیوترونی با یکدیگر تشکیل می‌شوند. یعنی وقتی یک ستاره ابرحجم همه انرژی خود را مصرف می کند و به نهایت عمر خود می رسد، تحت وزن زیادش ویران شده و یک سیاه‌چاله تبدیل می شوند. فقط ستاره های پس از مرگ تبدیل به سیاه‌چاله می شوند که حداقل 25 برابر خورشید حجم داشته باشند. در کهکشان راه شیری که ما در آن قرار گرفته ایم حدود 100 میلیارد ستاره وجود دارد. بدین معنی که در آینده می تواند تا 100 میلیون سیاه‌چاله وجود داشته باشد. در 19 مارس سال 2008 ستاره شناسان در سراسر جهان هشداری را از فضاپیمایی در حال چرخش به نام سویفت دریافت کردند. هشدار دریافت شده تشعشع پرتو گاما و نشان دهنده رویداد فاجعه آمیز بود. دانشمندان با کنار هم قرار دادن اطلاعات به دست آمده به این نتیجه رسیدند که پرتو گامای دریافتی می تواند نشان دهنده تولد سیاه‌چاله‌ای در فاصله میلیاردها سال نوری از زمین باشد. خب با درک این مطالب سوال در ذهن خلق می شود که درون سیاه‌چاله‌ها چه خبر است و اینکه آیا سیاه‌چاله‌ها واقعاً سیاه هستند؟ رفتن به درون سیاه‌چاله‌ها سفر بی بازگشت است. وقتی وارد جایی می شویم که حتی نور هم نمی تواند از گرانش آن فرار کند، دیگر فرصت بازگشت وجود ندارد. اجسام وقتی به داخل یک سیاه‌چاله وارد می شود با پدیده اسپاگتی مواجه می شود. یعنی آن جسم کش می آید. این به دلیل فشار زیاد داخل سیاه‌چاله می باشد. وقتی یک سیاه‌چاله و ستاره در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند، پرتوهای نور پر انرژی تولید می شود. این نوع از نور با چشم انسان دیده نمی شود. بنابراین دانشمندان از ماهواره‌ها و تلسکوپ‌های فضایی برای دیدن این پرتوهای پر انرژی استفاده می کنند. به عنوان آخرین موضوع باید بدانیم که ستاره ما یعنی خورشید نمی تواند به سیاه‌چاله تبدیل شود چون دارای حجم خیلی کمتر است. این موضوع احتمالاً وقت ممکن می شود که طی میلیاردها سال انرژی خورشید به حد بالا برود که سیارات اطراف خود را کاملاً ببلعد و دارای حجم به اندازه یک سیاه‌چاله شود.